وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت در عملیات بر ضد آنهایی که در کشتار 4 سیاح خارجی دست داشتند 4 نفر را کشتند و 3 تن دیگر را دستگیر کردند. وزارت روز 31 ایول با نشر یک بیانیه گفت که این افراد با گروه‌های افراطی و از جمله حزب ممنوع نهضت اسلامی ارتباط داشتند. حزب نهضت این ادعا را بلافاصله رد کرد. پیشتر از بیانیه وزارت امور داخلی تاجیکستان، گروهی به نام دولت اسلامی و یا داعش مسئولیت حمله روز 29 ایول در دنغره را بر عهده گرفت ولی هیچ دلیل نیاورد. در این روز به گفته وزارت متهمان به جنایت ماشینشان را برای دوچرخه سواران رانده، سپس به آنها با کارد و دیگر اسلحه حمله کردند. همکار ما محمود جان رحمتزاده به محل حادثه رفت و از آنجا چنین گزارش می‌دهد. خب ما در مکان قرار داریم که دیروز با سیاحان خارجی صدمه رخ داده بود. در همین مکان است و از ایزی که در اینجا مشاهده می شود این ایز خون سیاحان خارجی است که در این راه ریخته است. عین حال ما در مکان قرار داریم که از شهرک ناحیه دنغره 2 کیلومتر دوری دارد. این واقعیت در این مکان رخ داده است و در این منطقه واردگاه صدموی جای گرفته است و از این طرف با آن طرف ساکنان سوی دوشنبه رهسپار می شوند. شاهدان حادثه نیز میگویند که ماشین از طرف دوشنبه یعنی از سوی شهر نورک به این طرف آمده سیاحان خارجی را که از سوی شهر کلاب شهرک دنغره به سوی دوشنبه رهسپار بودند آنها را در همین مکان زیر کرده است. و روز 30 ایول در نشست خبری رئیس شهر نورک حمله به سیاحان خارجی در دنغره بررسی شد و رئیس شهر اعتراف کرد که 2 ساکن نورک در جنایت دست دارند. طریقا ما معین کردیم که اولیای یوسفوف ها، اکا و دودارها در همین شهر نورک استقامت میکردیم. یگان نماینده‌شون هسته اون چی مادرشون الکی یوسف و نبود بیگین معلمه مکتب رقم 5 معلم یک وقت دیرکتر مکتب هم کار کردگی بوده. خبرنگار رادیو آزادی به محل سکونت 2 جوانی رفت که به جنایت متهم می‌شوند. همکار ما میگوید خویشاوندان آنهایی که به جنایت متهم شدند در صحبت درباره فاجعه خودداری می‌کنند. این زمان به گفته خبرنگار ما مادر 2 جوان را که معلم است 2 دفعه مقامات انتظامی به بازپرسی دعوت کردند. و طبیبان شفاخانه استقلال در شهر دوشنبه صبح امروز گفتند یک شهروند شویتساریا و یک شهروند فرانسه را که در حمله زخمی شدند بعد از معالجه جواب دادند. شهروندی 59 ساله دیگر شویتساریا وضعی سنگین داشته است و در شعبه احیاگری بستری است. سفیر آلمان شام دیروز به عیادت این بیماران آمده است و گفته می شود که 2 سیاح اروپایی در سفارت آلمان در دوشنبه هستند.